سلام سلام. اگه کفشات مثل من کثیف شده نمیدونی چجوری تمیزش کنی، پس با من همراه باش تا بهت یاد بدم چجوری مثل روز اولش کنی. مقداری خمیر دندون رو داخل یه پیاله میریزیم، نصف قاشق غذاخوری به اون جوش شیرین اضافه میکنیم و یه مقدار کم مایه ظرفشویی هم به اون اضافه میکنیم و در آخر مقداری آب اضافه میکنیم و کاملا این مواد رو با هم دیگه مخلوط میکنیم و حسابی به کفشامون میزنیم تا تمیز بشه و بعد با یک دستمال نمدار محکم میکشیم به کفشا و خودتون نتیجهشو میبینید که حسابی کفشا تمیز شده. حالا بیا اینجا تا یه ترفند دیگه بهت یاد بدم. اگه پنجه های پات داخل کفش اذیت میشه و احساس میکنی به پات کوچیک شده کفشت، فقط کافیه پلاستیک فریزر ورداری، داخل اون آب کنی و چند ساعت بذاری داخل فریزر. سابسکرایب یادت نره، لایک فراموش